بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما خطیشون سرخطی ما را اجازه داده است از برای گپ زدن. ما 18-20 ساله بودیم اون وقت تفسیر جلالین میخوندیم یا بالا یا پایین هم بارون جمع میکنیم خطیشون خطی برای چندین دردمندا این اینجا در امساله شنده همون یک آدم خادم همین مردم خلق خدا و دین خدا ای او 17 تا ای 17 گذشته که اساسی گذشته است تمام شده است. باران نیسان یک ماه اول بهار بعضیا تا 40 روز اول بهار بردیانش تا 40 روز ای او 17 اومو تو 17 همین ماه اینا تمام شد تو همین همون را باران نیسان گفته باران اول بهار میگن. همون را در حدیث ها هم در روایت ها هم آمده است در قصه ها بسیار آمده است که حتی خیلی که همه کسلک و همه به درجه ای که حتی برای بی فرزندی هم ما دیدیم روایت ها شکل آدمای فرزند نمیشه به علم حکمت خدا انشاءالله. بعضی کتابان دا آمده است قصه ها دا آمده است که 70 بار سوره الحمد 70 بار آیت الکرسی 70 بار سوره علم نشرح 70 بار کلمه استغفرالله خب همه خیلی چند سوره مشخص و چند دعا و بعد صلوات 70 بار گفته در همون خونده دم کنن. یکی نزد طبیبا و علمای عامه مردم جهان او را هیچی نخونده برای همه دردن بسم الله الرحمن الرحیم بگه شفاعی. این دعاها بنابر مزید برای فرزند، برای محبوس، برای زندانی، برای بی توفیق کسی بی توفیق شده است از فرزندا یا که از خودش یا برای توفیق یافتن یا وظیفه و منصب تجارت یافتن یا هر مراد و مقصدی داشته باشند. انا برای همو هست کمی در قصه ها و روایت ها هست. ای 17 ماه اپریل تا مارس تا اپریل امسالش همو یا آدم معلوم کرده است که این همه ای 17 اون ماه تا 17 این ماه قواد ما داریم کافی هفتم تا هفتم اپریل تا هفتم میشه تا 40 روز گفتیم تو چنده؟ هفتم اپریل تا هفتم ماه 2 ماهش گفته است گفتم که یک ماه بیشتر علما در یک ماه انتخاب دارند بعضیاش 40 روز انتخاب دارند برای که همه هر یک فصل 3 ماهی همو اکثرش نگذشتن گفته نیمش زیاد نگذشته باشه گفته بعضی تا 40 روز گفتن میشه و بسیار در کتاب ها و قصه ها هست برای همه جانب سلامتی انسان به نیت شفا کسل باطنی ظاهری چیزی که باشه انشاءالله خوب باید او هم یک طریق طبابت ایده یک طریق استشفا از علم حکمت خدا. حضرت رسول الله گفت که همین یک وقتی قبولیت دعا همین بارون سر مینه چکا بریده است هم وقت دعا کنید. یک وقتی قبولیت دعا وقتی بارون سر مینه رحمت خدا هایی هم وقت دعا کنید دعا قبول است. مردم ما پروا نداره ما دعا کردن مردم ما نمیبینیم وقتی بارون سر مینه. اگر خدمت با یادم زنه دعا مینم اومدن که میگم خدای جانب همه قبول کن. یا وقتی اجابت دعا بین اذان و اقامت هر یک آدم در جان و جسد خودش فکر کنه. بعدی اذان گفتن تا قامت گفتن حضرت رسول الله صادق المصدوق گفته است وقتی قبول دعا کی دعا میکنه کو باید تو بیاره یک بغیر اللهم رب هذه اگر همین را همت نکنه میگن همون خطیب یا امام بخونه شیده و خی اسم بردارن. بین اذان گفتن تا اقامت کردن برای نماز از عزت همین نماز همین از عزت بعضی مشایخ گفتن از عزت نماز بعضی مشایخ گفتن ای عزت اذانین اذان و اقامت از همین فضیلت بین اذان و اقامت گفتن وقتی اجابت دعا. این چی دعا می‌کنیم ما در همین شام گپ راستش بعضی وقت 3 5 7 تا 10 دعا را می‌کنیم تا مؤذن بیرون میاد اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وارزقنا علما نافعا تقبل منا دعا وارزقنا حلالا طیبا اولادا صالحا عالما قارئا. مردم همه خاموش ای با یه حکمت دیگر را بگیم قامت گوینده را باید همه مردم قطعش قامت بگه آسته تا همو حی علی الصلاه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله گفت میگوی همین معظم چیزی که میگه خیلی در اذان میگوی در اقامت باید همه بگه این را مردم ما نمیگه تماما
دو موضع اجابت دعا. سوم موضع اجابت دعا این در التقای صفین، دو صف رو پروشیده، او طرف کفار ای طرف مسلمین. اما وقت مجاهدین اما اهل صف چی دعایی کنن خدا قبول شو مینا. بشارت خدا را ببین که دعای به نصرت کنن، دعای به رحمت کنن، دعای به مغفرت قبولیت کنن. ان شاء الله مرحبا. الحمدلله والصلاه والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. خوش بخیر بسته بار. خوش بخیر بار حضرت. منزلتش و بزیست زندگانیش و همون قدر و قدر علمش، عملش، ایمانش، اعمال صالحش، یعنی همه جانبش این انزل الناس ای بسیار بنابر عموم آمدگیه. عموم گفته همه جانب شریعه کنه، همه جانب شریعه کنه. حتی اینکه بعضی محدثای نازک بیان گفتن که لباسای بدنش ببینی. برای ما لباسای قیمت کم میپوشیم. این لباس قیمت هم بالا میبره آدمه. یکی با جواب یا لباس قیمت دادن. انا برای همین نه یک آدم درونی آگل میبیایه یا یک جای اختخونه میایه یا یک جای دیگر که دسترخوان آداب گفتن شم نیست میبره دیگه برای یک شک میشنیش دمی اون شک میگیره میبره. برای همین این اکو عادی ساده فهمش همی ایده. برای همین بعضی بابیان، بعضی علما و مشایخ هم، بعضی آدمای اندک هم ها بابای دملو بعد دو دیوانه میشه یا تابک هم خدا بعد خچک نهگار مینه. بعد اخیر کارش برای همین هر یک کس به منصب خودش با مقدار قوت و توان ایمان و اعمال صالحاتش یک حرف ده حرف ای دملو گفتن. دملو یک کسی را میگن حافظ کل قرآن ای مفتی زمان ای در 200 یا 300 یا 100,000 در پیشوا و جواب مسئله حیل حرمت میته و عقد نکاح میته و طلاق. پورا دملو میگنید اما حرف مسلمانی رو حرف قرآن ساز درست یاد نگرفته. پورا دملوش منی دیوانه میشه. بعد دیگه آدم ها رو احترام نمینه. این بسیار نه برای همین یه حدیث هم اینجا و با جای دیگر حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمانش ای صف اول مردم بسیار تخلف میکردن، قفاکشی میکردن، تأخیر میکردن، عقیب میکشیدن. ای صف یکمی نماز هادی ای بگذر او بگذر ای بچه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت لو تعلمون ما فی صف الاول، اگر شما میدانسته که در صف اول نماز چیه، چقدر فضیلت، چقدر نظر رحمت، چقدر ثواب، چقدر اجر، شما هر آینه شاید که خدا پناه بوده یا نوبت میکرده یا مقاتله میکرده، یعنی که جنگ میکرده یا اینکه نوبتش میکرده که به نوبت بستیم در صف اول. آخر خاتمه حدیث بسیار حکمت عجیب داره. آخرش میگه که کسانی که تأخیر کردن، قفاکشی کردن، کار میکنن عاقبت الامر که خدا بعد قفاشون میکشه، پایانشون میپرتاید. انا ای ترس همه را ما بسیار جاندنه باشه. همه بالا زور کردن و قدر چیه ندارن. یک انسان اگر که بدون خودش یا که منصبش یا که علمش یا که عملش یا که خدمت شریعتش بالاتره، باید همو علم خودش و همو منصب خودش و همو اعمال صالحات خودش عزت کنه، باید بالاتر بگذاره. برای که در این حدیث که گفت در گپ صف اول آمده است، لکن این معنا را شامل میشه و که آدم باید وقتی خدا با یک واسطه عزتش داده است او را قفا نکشه. قفا کشید. اما خیلی صف اول گفت اگر همه امتی من در کارها و جایهایی که از همه ثواب عظیم و اجر بسیار بلند است و نظر رحمت خدا زیادتر است، از این قفا کشی کنن، تأخیر پرتاین، بعد خداوند تأخیرشان مینن. این خدا پناه بچه تأخیر کردن خدا بنده را میپرتوید در چون گجا میزنی، در چون گجا میزنی. انا برای بسیار احتیاط با یک حدیث دیگه هم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه، محدثی فارس زبان، در قطار 103 محدثی که کتاب حدیث تصنیف کردن، با حضرت هم طبق همون علمای کلان علم حدیث سند قطعی آورده است حدیث را تا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برده رسانده است. هر یک حدیث سندش قطعی از کی با از کی همین روایت آمده است گفته. همه در یک حدیث آورده است که کسی اگر در معرکه و مجلس ادب ترک کنه او را به میدان و حولین برآورده می شود.
کسی مبادا اگر در حولین و در میدان ادب ترک کرد او را به استبل برده می شود. استبل گفته اسب خانه را میگن. یعنی این هم بسیار بسیار احتیاطه که یعنی این وعیده گویا ای جانب که انسان ادب احتیاط کنه، ادب نگاه بداره که او آدم خودش شاید که بسیار مردم ما و شما تجربه و تحلیل تفکر و اندیشه نمیکنیم که زندگانی روز ای روز بر کمالات بر بالا بر علو رفته است یا بر صفر رفته است. بیشتری ما و شما فکر نمینیم از گوشه ایمان و اعمال صالح زیاد شده است یا کم، از گوشه تقوا و پرهیزگاری زیاد شده است یا کم، از گوشه حرمت احترام خدا و شریعت خدا و رسول خدا و کتاب خدا زیاد کرده است یا کم، از گوشه لباس و خورد و خوراک و رزق روزی و معیشت دنیا وسیعی و بالا روی است یا پایان روی. انا همین معنا را داره که اگر در مجلس معرکه کسی ادب ترک کرد به میدان، بعضیا میدان حولین گفتن، بعضیا میدان دشت گفتن، به صحرا برآورده می شود. اگر با او صحرا هم در او صحرا کشید در جای قطاری ها غلطیده سلکی، در جای قطاری ها مردم قطاری امتی قطاری در اونجا اگر ادب از دستش رفت بعد به استبل اختخانه از خونه یعنی آقل خانه به مال و دنیا مشغولش میدارن. گفتن بعضی محدث ها گفتن به مال و دنیا یعنی که خیلی 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 از اعمال صالحات خیلی دور میشه و غریب میشه. و برای همین حدیث ها نباشه ما باور کنی از همون کمترین شما کمترینیم. ما همین اگر رو به قبله باشیم هم راستی دردم باشیم پایان دم باشیم قبول داریم رو به قبله شدگی باشیم. برای همین اینا همه اینا علم حکمتن. حضرت خداوند جل جلاله و قرآن به یک تفسیر همون در کجای آیت حکمت آمده است، آیت حکمت آمده است مراد از آیتی که در باب حکمت گپ زده است یک تفسیرش احادیث نبی کریم و من اوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یعنی یک تفسیرش بیشتری همین کلمه حکمت که در قرآن آمده است. یک مملکت ما نه، یک سرزمین ما و شما نه، در مقیاسی از مشرق تا به مغرب، از غرب تا شرق در عالم اسلام همه علمای چهار مذهب کلانترین دین و شریعت قرآنی اتفاق دارند که مراد از حکمتی که در قرآن بیشتر جا آمده است مراد احادیث نبی کریم، حدیث های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. برای بسیار جانده خداوند گفته است کتاب دادیم حکمت دادیم، بسیار جانده گفته است ما آیات دادیم حکمت دادیم. انا برای همین یعنی حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را حکمت گفتن. یگان حکیم جهان مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکمت گو و حکمت بیان نبود. برای اینا همه نصیحت، تربیه، ارشاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای بنده یک سعادت، یک سلامت، یک رفع مقام، یک آبروی، یک عزت، یک شرف از فضل کرم و رحمت خداوند دسترس شود. برای همین مضمون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار بسیار بالای امت بسیار بسیار مهربانی میکردند. یک کلمات را قطع نظر که او آیت قرآن است یا اینکه یک مناجات و دعا هست یا اینکه یک حدیث مبارکه از زبان دربارشان است، یک بار، دو بار، سه بار با تفصیل جدا جدا میفهماندن، افهام میکردن، تکرار میکردن که امت خوب خوشرو بفهمند. بله. ما ترکت شیئا یقربکم الی الله یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا امرتکم به. من نپرتافتم چیزی را، شیء گفته بنابر عموم چیزی را از اعمال، از کردار، از جنبش، از آرامش، از معیشت حیات دنیا، از شش جانب شما، از خوردن، پوشیدن، گفتن، گرفتن، رفتن، آمدن، خویش و تباری، عهد و پیمان، عقد و عقود، معاملات بین انسان ها، بین خلق خدا و بین خدا و رسول خدا و کتاب خدا. یگان چیزی که شما را به خدا جل جلاله قریب میکنه، به بهشت جاودان قریب میکنه. اللهم ارزقنا و جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم دخوله. و کس چیزی که از دوزخ شما را دور میکنه، همه چیزی به خدا نزدیک میکنه، به بهشت نزدیک میکنه و از دوزخ دور میکنه، همین تا چیز من ترک نکردم، یعنی که نپرتافتم، همین را ناگفته به شما نماندم. هر چیزی که شما را به خدا خوب بینه، از گفتنی، شنیدنی، کردنی، رفتنی، گرفتنی، خوردنی، پوشیدنی، معاملات، عقد، عقود و پیمان ها و دیگرها، همین را من برای شما گفتم. چیزی شما را به خدا و به بهشت خدا که اصل ایمان و اصل اعمال صالحه
صالحات برای رضای خدا، وصل به خدا و وصل به بهشت، مهمان سرای خداوند یعنی بهشت جاودانه. هر چیزی که به بهشت نزدیک میکرد و به خدا شما را گفتم، هر چیزی که از دوزخ دور میکرد شما را او را گفتم. تو در دوام حدیث مبارکه میگه که ما ترکت شیئا یباعدکم عن الله یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا نهیتکم عنه. انا اول گفت یگان چیز نپرتافتم، خواه او چیز اگر فرض و واجب باشه این قطعی نظر که در فرض و واجب عذر معذرت به جز حقوق شریعت و شارع دیگه کسی حق نداره که فرض و واجب ساقط کنه. حضرت خداوند، کتاب خداوند قرآن و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شارع گفته می شود با بعضی روایات در اصطلاحات حکم شریعت. انا فرض و واجب، سنت و مستحب و آداب و هر چیز شما را به خدا و بهشت خدا قریب میکنه و از دوزخ دور میکنه، همون را من امرتون کردم. امرتکم بی، یه چیزی که ادبم باشه امرتون کردم. انا چیز شما را از خدا دور میکنه، از بهشت دور میکنه. یباعدکم عن الله و یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار، و قریب من شما را به دوزخ. از همین تا چیز چیکار کردم؟ الا نهیتکم عنه، مگر که نهی کردم شما را از اون چیز. در کلام عرب اگر نفی بیارن و بعد اثبات، معنی را داره که حکم همین از غیر این نیست دیگه، حکم یکیست. و ما ترکت شیئا یباعدکم عن الله یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا نهیتکم عنه. خواه او نهی افاده فرض و واجب کنه، خواه او نهی افاده امر سنت و عکده یا امر مستحبه و آداب کنه. برای همین در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینا همه علم حکمتن. برای همه این مردم قوت و توان نداره که به استاد به ترجمه و تفصیل و تحلیل استاد حدیث یا آیات بفهمه. یگانه ده علمی که به استاد خوانده نمیشوه، به استاد گفته نمیشوه، به استاد معنا برآورده نمیشوه، حتی در مردم رسانده نمیشوه، آیات و حدیث، کتاب خدا و حدیث محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. چیزی که به استاد ممکن نیست اینا. بازی خیلی الحمدلله به هر حرف و به هر لغاتی که باشه، تفسیر و قرآن و احادیث و مقصد ترجمه احادیث آمده، هر چیزی باشه و هر تقدیر پیش استاد، پیش دانشمنده که انسان غلطی نکنه. در گناه و غلطیدنش بی شک و شبهه، یکی با اینجا خطر کفر هم هست که آیات حدیث جای داره که اگر شک کنه یا دیگر ترجمه و تحلیل کنه کافر میشه انسان. انا برای همین برادر عزیز مهربان بسیار ملتمس التماس همه که کسی تفسیر نگاه میکنه، کسی حدیث نگاه میکنه، این سخن خدا را فهمیدن این کاری بازیه. سخن رسول خدا را معلم صنف انسان و جن و تمام عالم هستی را معلم شو و دانشمند و حکیم شو، فهمیدن این کاری بازی نیست. اگر این را همه که میفهمید، حضرت رسول الله میگفت که همه امت من قرآن را بخونه و عمل کنه، همه امت من احادیث من گوش اندازه و عمل کنه. ما از تاریخ یک شاخه شریعت تاریخ، برای که با تاریخ اثبات آیات برای چی آمده است، اثبات حدیث برای چی آمده است، همین آیات در کجا آمده است، در کدام واقعه رسیده است، همین حدیث در کدام واقعه آمده است، برای چی آمده است. این تاریخ هم یک شاخه شریعت است. در تاریخ اثبات شده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمانش چندین صحابه ها در چندین حدیث های رسول الله خطا فهمیدن، غلط کردن. از جمله همین حدیثی که همه چهار مذهب استدلال برای اجتهاد مجتهدینش کرده است. روان شانکر یک جا گفت که تا در همون منزلتان نرسه نماز نخوانه. در راه رفتن نماز عصر شد. بعضی صحابه ها گفتن رسول الله ما را نگفت است که نماز فرض خدا را ترک کنی. او تاکید کرده گیه ما را که برای اونجا تیزتر بروی برسید در اون مکان. تارت کردن، نماز عصر را گرفتن. بعضی دیگرش ای اعتقاد و اخلاص کامل شد، گفتن که نه، ما را فرمانه که تا آنجا نرسید نماز ادا نکنید، یگان کار اینده مشغول نشوی. همونجا رفتن نماز عصر قضا شد، با یک روایت قضا یا دیرتر شد، نماز عصر ادا کردن. بعد بازگشت پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن و خدا و رسول خدا و کتاب خدا را حاکم کردن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که طایفه ای که تارت کردن و عصر در اولی و خوبی خواندن، این طایفه به حدیث من رسیدن، به حقیقت سخن من رسیدن. شما گفتن غلط کردید در اجتهادتان. من نگفتم که فرض خدا را ترک کنید برای امر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. بین پیغمبر چی سخنی دربار برای سخن من سخن خدا را ترک نکنه. لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق. نیست فرمانبرداری برای مخلوق در فرمانبرداری چی؟ نیست فرمانبرداری از برای مخلوق در عاصی شدن و نافرمان شدن حضرت خداوند جل جلاله. همین حدیث پر آمده. برای همین که ارشادش همه که همون صحابه ها خطا کردن. این عوام الناس 1434 سال پس
کیه شخصیت گفته میتونه من پیش خودم حدیث فهمیدم؟ صحابه های پیغمبر که ایمان به دست خدا و رسول خدا آوردن، ایمان از زبان پیغمبر گرفتن. این خیلی معنای کلام داره. همشون بشارتی بهشتی رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از فضل کرمش در شاهراه شریعت و طریقت محمد علیه الصلاة و سلام و راه رویش او جمیع گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله را از مشرق تا مغرب پروردگار از این سجین و غیر آن پروردگار استقامت اولا که هدایت کرده است، ثانیا که استقامت عنایت کند در راه رویش رضا و رحمتش. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. جمیع امت مؤمنه مسلمه مؤمن مسلم را خدایا پروردگار استقامت و پیروی را توفیق فرماید. از حرمت گوشه آیه قرآنی ایاک نعبد و ایاک نستعین و دین و شریعت بان بالای عالمی هست خدایا حاکم و مظفر و منصور بگرداند و جمیع بلاد عالم را علاوه خصوص بلاد مسلمان نشین و مسلمان نژاد را در امان عصمتش از جمیع بلا و آفت و غم و غصه و کلفت و محنت و شکنجه اهل دنیا و اهل زمین و اهل آسمان و از غضب و لعنت خودش خدایا نگهبان باشد. و بارک لنا یا ربنا انک انت السمیع العلیم و صلی اللهم و سلم دائما ابدا سرمدا علی حبیبک محمد صلی الله علیه و سلم و آله و صحبه و تابعیه الی یوم الدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امت السلام علیک ای حبیب خدا السلام علیک انت خیر الورا السلام علیک. امشب دربان مرا مهمان عزیزی آمدن، هر کسی احوال من پرسد بگو در خانه نیست. بگذشتم رو برباد ز فراقت ای نگارا، نرسیده در مشامم زی نسیمت ای نگارا، نرسیده در مشامم زی نسیمت ای نگارا. تو مدینه و من اینجا ز فراق یا محمد، تو مدینه و من اینجا ز فراق یا محمد، که شدم مبتلای غم روی تو نگارا، که شدم مبتلای غم روی تو نگارا. بگذشتم رو برباد ز فراقت ای نگارا، نرسیده در مشامم ز نسیمت ای نگارا. نشود با آب زمزم جگری کباب مانم، نشود با آب زمزم جگری کباب مانم. بروم سوی آن دوست بنوشم غصه و غم، بگذشتم رو برباد ز فراقت ای نگارا، نرسیده در مشامم زی نسیمت ای نگارا. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. خروش جان قد خال فایز الحالتی. هر چیز که داشتم نثارت کردم، گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که به قرارت کردم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله میبرد غم از دلها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله هی مرو تو بر هر در از در خدا مگذر هی مرو تو بر هر در از در خدا مگذر حسن و جانی سلطان ها لا إله إلا الله حسن و جانی سلطان ها لا إله إلا الله میبرد غم از دلها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله در سمک چونی سوداست در فلک چونی غوغاست در سمک چونی سوداست در فلک چونین غوغاست خیل و قال محفلها لا إله إلا الله خیل و قال محفلها لا إله إلا الله میبرد غم از دلها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله عاشقان قرب الله طالبان وجه الله عاشقان قرب الله طالبان وجه الله ذکرشان بر دیوانها لا إله إلا الله ذکرشان بر دیوانها لا إله إلا الله میبرد غم از دلها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله ای عبدالخلیل جانم تو شمع ما پروانم ای عبدالخلیل جانم تو شمع ما پروانم ذکری لا إله را از زبانت میدانم ذکری لا إله را از زبانت میدانم میبرد غم از دلها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله خداوندا به آن نور نظر در دیده جا ما به قدر انتظار ما جمال مدعا ما نرنگی از طرف داریم نه از خود امین باشیم چمن گم کرده ایم آینه ما را به ما بنما طبیبی جرم محجوران بجز حیرت چی می باش
حقی دیده بدیل تو ما را آن لقاب ما هزاران درود و هزاران سلام زما بر جناب محمد علیه السلام ندارم گرچیان دیدن که بینم در جمالی تو ندارم گرچیان دیدن نبینم در جمالی تو نیام نومه چون عمرم گذشت در خیالی تو نیام نومه چون عمرم گذشت در خیالی تو جنت را بنه کنده منی بد را به دوزخ بر تو جنت را بنه کنده منی بد را به دوزخ بر کی بس باشد مرا آنجا تمنای وصالی تو کی بس باشد مرا آنجا تمنای وصالی تو منی دیوانه در دوزخ به زنجیری تو خوش باشم منی دیوانه در دوزخ به زنجیری تو خوش باشم اگر یک بار پرسی تو که مجنون چیست حالی تو اگر یک بار پرسی تو که مجنون چیست حالی تو چو بوی عشق تو آید زی مغزی استخوانی من چو بوی عشق تو آید زی مغزی استخوانی من بسوزاند مرا آتش ز عشقی آن جمالی تو بسوزاند مرا آتش ز عشقی آن جمالی تو شربت های جنت را به ما تا کی دهی رضوان تو شربت های جنت را به ما تا کی دهی رضوان نشد کم تشنگی ما را از این آبی زلالی تو نشد کم تشنگی ما را از این آبی زلالی تو میارا روی حور عین کی سرمستانی آن حسرت میارا روی حور عین کی سرمستانی آن حسرت جمالی حق همه بینند و زلف و خط و خالی تو جمالی حق همه بینند و زلف و خط و خالی تو مگر پرده بیاندازه زی پیشی چشمی مشتاق کن مگر پرده بیاندازه زی پیشی چشمی مشتاق کن وگرنه کی توان دیدن جمالی با کمالی تو وگرنه کی توان دیدن جمالی با کمالی تو به مالک گویم ای مالک چنان الله خواهم گفت به مالک گویم ای مالک چنان الله خواهم گفت که از اللهی من سوزد جهنم بدسگالی تو که از اللهی من سوزد جهنم بدسگالی تو جگرهای کبابی ما نگردد تا ابد سیراب
جگرهای کبابی ما نگردد تا ابد سیراب مگر ساقی شود ما را خدای ذوالجلالی تو مگر ساقی شود ما را خدای ذوالجلالی تو به دوزخ گرزیمت پرسیه که محیی چونی در آتش به دوزخ گرزیمت پرسیه که چونی محیی در آتش شوم من تا ابد مستو کنم رقص از سؤالی تو شوم من تا ابد مستو کنم رقص از سؤالی تو به حقی که معبودی محمد را تو بیستودی به هر چیزی که خوشنودی در آمان دار یا الله یا اله بنده را شرمنده محشر مکن امتان پرگناه را دور از سرور مکن امتان پرگناه را دور از سرور مکن اللهم صل وسلم وبارك عليه سلامات باشه. ایشون خوری الان تشکر میکنم، بعد دعا کنم.